از شرق آسیا تا قلب ایران. قطارهای باری چین پس از هزاران کیلومتر حالا آرام آرام به تهران میرسند. مسیری که از سال 2024 دوباره فعال شد و با سرعت تبدیل به یکی از محورهای کلیدی تجارت در اوراسیا شد. این خط آهن از شهرهای صنعتی چین آغاز می شود، از دل قزاقستان و ترکمنستان عبور می کند و سرانجام به ایستگاه آفرین تهران می رسد. جایی که نه یک مقصد بلکه یک تقاطع استراتژیک ترانزیتی است. اما چرا این مسیر مهم است؟ بررسی‌های جدید نشان می‌دهد زمان عبور کالا در این کریدور به 12 روز رسیده. هزینه حمل و نقل 18% کاهش یافته و حجم جابجایی کالا 22% رشد کرده است و این یعنی تجارت سریعتر، ارزانتر و قابل پیش‌بینی‌تر. در همین زمان ناامنی مسیرهای دریایی و تنش‌های مداوم در دریای سرخ بسیاری از کشتیرانی‌ها را با تأخیر و هزینه‌های اضافی روبرو کرده است. مسیر دریایی طولانی‌تر و آسیب‌پذیرتر شده، اما مسیر ریلی از آسیای مرکزی به ایران امن‌تر، سریعتر و پایدارتر عمل می‌کند. و حالا داستان اصلی از آفرین شروع می‌شود. دروازه ایران به ترکیه و سپس اروپا. کالاها پس از ورود به ایران از آفرین به سمت مرز رازی می‌روند و از آنجا وارد شبکه ریلی ترکیه و اروپا می‌شوند. اگر زیرساخت‌ها تکمیل شود و حجم قطارها افزایش یابد، ایران می‌تواند به یکی از حلقه‌های اصلی مسیر چین، ایران، ترکیه، اروپا تبدیل شود. برای چین مسیر کوتاه‌تر، برای اروپا راهی سریع و امن به بازار آسیا و برای ایران درآمد پایدار و جایگاه محوری در آینده ترانزیت منطقه. این خط آهن تنها یک مسیر روی نقشه نیست، یک جریان روبرشت است که می‌تواند نحوه انتقال کالا بین شرق و غرب را تغییر دهد و کریدور ایران آسیای مرکزی را به ستون جدید تجارت اوراسیا تبدیل کند.